سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. دوستان شاید شما مثل من توی یوتیوب وقتی داشتید دیسکریپشن یه ویدیو رو مطالعه می‌کردید به این برخوردید که یک چیزی نوشته و جلوش یک اعداد و ارقامی هستش به صورت رنگی. شاید خیلی از شماها بدونید این رو و این ویدیو صرفا برای کسایی هستش که نمیدونن. ببینید اسم اینا بخشبندیه و امروز اومدم کامل به شما توضیح بدم. فکر کنم یه ویدیوی کوتاه باشه. برای موبایل هستش هم برای کامپیوتر، ولی من توی اسکرین رکورد موبایل به شما نشون میدم. ببینید وقتی یوتیوب خودتون رو باز کردید از بخش ببین کاربری اینجا مشاهده کانال خودتون رو بزنید، ویدیوهایی که گذاشتید رو براتون میاره. مدیریت ویدیوهاتون بزنید. حالا شما وقتی دارید ویدیو رو میذارید میتونید از بخش دیسکریپشنش این کار رو انجام میدید، ولی من چون دیگه نمیخوام ویدیو بذارم از اینجا دیگه برای شما نشون میدم. ببینید من حالا یکی از ویدیوهایی که گذاشتم رو انتخاب میکنم و از بخش خب عنوان که هیچ، توضیح همون دیسکریپشنش که هیچ. ببینید اینجا من این کار رو کرده بودم. ببینید پاک میکنم کاملا تا به شما هم بگم. وقتی می نویسم مقدمه، خب یه فاصله، یه نقطه، یه فاصله و حالا دقیقه من چنده. اول از هم بگم کیبوردتون رو بزنید روی انگلیسی، چون که هم شما میدونید هم من میدونیم که یوتیوب حتی در ارقام فارسی رو پشتیبانی نمیکنه. مثلا من میذارم، حالا مثلا که نه حتما باید اینطوری باشه، از دقیقه و ثانیه. خب ببینید دقیقا یه همچین شکلی باشه. از دقیقه و ثانیه اول هستش تا مثلا اینجا می نویسم توضیح. خب بعدش اینجا یه فاصله، یه نقطه، یه فاصله، بعدش میذارم که بردم روی انگلیسی و از دقیقه یک شروع میشه به این صورت. و حالا بعد از انجام دادن همه این کارا، وقتی همه این کارا رو که اوکی کردم، توی پخش ویدیو ببینید توی دیسکریپشنش وقتی ببینید مقدمه رو بزنید نشون، الان میکشم جلو، مقدمه رو بزنم میپرم، اول توضیح رو بزنم میپرم دقیقه یک، چون دقیقه یک رو گذاشته بودم. حالا خیلی عزیزان میپرسن از چه فیلتر شکنی استفاده میکنه که اینقدر سرعت بالایی داره. سرعت بالایی که داره همون فیلتر شکن ویتوره هستش که خیلی از ما بهش برخوردیم ولی بی توجه گذاشتیم و گفتیم که این پولیه یا ما بلد نیستیم. ولی اگه لایک این ویدیو به 5 تا برسه کامل میام توی یه ویدیو براتون توضیح میدم و آموزشش هم میذارم و حتی از جایی که سرور میگیرم هم میذارم. بس دیگه به سرورش داره که اینقدر سرعتش بالا باشه. خداحافظ تا ویدیوهای بعدی.